خواب دیرینه برخی کودکان بی‌بضاعت به خاطر شنیدن موسیقی پوره شد. طبق معمول این هم یک کنسرت است. اما تماشاچان این کنسرت کودکانی هستند که مصروف کارهای شاقه در بازارند. سیو د چلدرن یا مؤسسه حمایت از کودکان برگزار کننده این کنسرت است. دلیل که این کنسرت یکی از برنامه‌ها و فعالیت‌های کمپین 30 ساله است که دفتر حمایت اطفال به خاطر اطفال روی جاده آغاز کرده و یکی از برنامه‌هایی است که ما صدای طفل باشیم و همچنان از طریق رسانه‌ها و از طریق از این کنسرت پیام خود برسونیم که مقرره طفل تا آخر سال 2017 و تصویب شده تا بتونه کار اطفال در افغانستان منع قرار بده. این کنسرت برای سامعه خوشی به بار آورد و این خوشی در چشمهای دردیده وی دیده می شود. در روی سرک مجوس میفروختم. امروز در کنسرت من بسیار خوشحال هستم. از فرهاد دریان بسیار یک جهان تشکری میکنم که به ما آهنگ خواند. هنرمند مشهور به لبان این کودکان خنده و خوشی آورده است. کودکان از بس که تحت تاثیر مشکلات زندگی و جنگ و اختناق هستند و هزار یک فقر دست و گریبان است با جامعه، اینا ضرورت دارن که یعنی دوباره زنده شوند، احیا شوند. موسیقی یکی از پدیده‌ها یا شاید از بهترین پدیده‌هایی است که میتونه ذهن از اینا را دوباره احیا کنه، به اصطلاح بطری‌هایشان را چارج کنه. این کنسرت با چکچک کردن دسته های آبله شده این کودکان رنگین شد. کودکانی که هنوز هم حدود 2 میلیون تنشان در کارهای شاقه مشغول کارند.